سلام، به چنل یوتیوب من خوش اومدین. من زهرام و تمرین امروزم اینه که از روی یکی از این مجسمه های پورتره کار کنم، همون چیزی که بهش میگیم کست. من قبل از هر کاری جای مجسمه یا همون کستم رو مشخص میکنم و برای بک‌گراندش یه پارچه مشکی و تیره میذارم، چون اینجوری راحت‌تر میتونم روشنی هام رو توی کار تشخیص بدم. زمانی که دسترسی به مدل زنده برای من سخته، کار کردن از روی کست رو جایگزینش میکنم. البته که کست یه مقداری آسان‌تر از مدل زنده است، اما بازم چالش‌های خاص خودشو داره. نوری که بهش تابیده، تغییرات سطحش و البته ترجمه فرم 3 بعدی به اون تصویر 2 بعدی. و به خاطر اون ذات سفید و روشنی که دارن کمتر آدم رو درگیر رنگ میکنن و ناخودآگاه شما تمرکزتون بیشتر میشه روی خاکستری ها. یکی از نکاتی که مهمه تو تمرینای این چنینی رعایت کنین استفاده از پالت محدود یا همون لیمیتد پالته، چون شما وقتی با یه پالت محدود کار میکنی مجبوری که دقیق تر ببینی، یعنی نمیتونی با رنگگذاری سریع اون اشکالات ساختاری رو پنهان کنی. باید به ولیوها، به رابطه نور و سایه و به فرم و فضا تکیه کنی و بهشون توجه کنی. من برای این کار از این 3 رنگ استفاده میکنم: برن سینا، فرنچ اولترامارین و تیتانیوم وایت. هدف من از انتخاب این 3 رنگ این بود که مجموعه‌ای از خاکستری‌های کنترل شده که به تدریج از گرم تا سرد تغییر میکنن و بسازم. برن سینا یه رنگ گرمیه، بلو اولترامارین یه رنگ سرده و شما میتونید این تغییر تدریجی رو توی این ترکیب رنگ من ببینید که من تیرگی هام رو گرم گرفتم و روشنی هام رو سرد. خب من اولین کاری که میکنم اینه که پارچه بومم رو با رنگ برن سینا ولی کوین تون میدم. این باعث میشه که باز روشنی هام رو بتونم راحت تر اجرا کنم به خاطر زمینه رنگی که صفحه من داره، ولی کوین باعث میشه که زودتر خشک بشه این بخشی که دارم میذارم. تو این فاصله تا اون رنگ زمینه من خشک بشه من خاکستری هام رو میسازم. برای اولین تیرگیم رنگ برن سینا و اولترامارین رو با هم دیگه ترکیب میکنم و یه تیرگی خیلی خوبی به من میده که این میشه در واقع رنگ بک‌گراندم یا همون پارچه پشت کستم. به همین رنگ یه مقداری سفید اضافه میکنم و این میشه تیرگی دوم من که من از همین رنگ برای طراحی اولیه کارم استفاده میکنم و باز به همین یه مقدار دیگه سفید اضافه میکنم و سومین تیرگیم رو میسازم. برای بخش روشنی ها، یعنی تون هایی که میخوام برای بخش روشنم بسازم، از اونجایی که میخوام سردتر باشه یه مقدار کوچیکی آبی بهش اضافه میکنم و این باعث میشه که یکم نسبت به اون تونهای تیرم سردتر بشه، ولی حواسم هستش که خیلی هم یه دفعه آبی اضافه نکنم و اون پیوستگی تونهای من از بین نره. جدای از این بهتره که تعداد تونهایی که میسازین خیلی زیاد نباشه، چون این باعث میشه که کنترل بیشتری رو روی کارتون داشته باشین. یکی از چیزایی که من تو تمرینات مستر کپی یاد گرفتم توجه به خاکستری هاست، چون که من فکر میکنم که خاکستری ها یکی از نادیده گرفته ترین بخش های رنگ هستن از نظر بچه ها. خیلی وقتا فکر میکنیم که خاکستری خونسا یا کسل کننده است، اما واقعیت اینه که قدرت خاکستری ها دقیقا تو همینه، یعنی توی این بی‌طرفی که بهت اجازه میده که ساختار بسازی و به کارت عمق و فضا بدی، ضمن اینکه شما با همچین تمرینی به شناخت خیلی خوبی هم از نور میتونید برسین.
و وقتی که خاکستری ها رو درست بشناسین، زمانی که با پالت های گسترده کار میکنین، تعداد رنگ های شما متنوع و زیاد میشه، هندل کردن کار براتون خیلی آسان تر میشه، چون دیگه توی این بخش ها درگیری اینو ندارین که کار رو از لحاظ کنتراست، از لحاظ تیرگی و روشنی اشتباه بذارید و اون موقع تمرکزتون فقط میره روی رنگ. اگر تا حالا تجربه تمرین ولیو استادی رو ندارین و میخواین این کار رو شروع کنین، پیشنهاد من بهتون اینه که برای شروع از این رنگ ها استفاده نکنید. یعنی اون رنگ های اصلیتون فقط سفید و مشکی باشه، چون اون رنگ هایی که خودشون یه بیس رنگی دارن، مثل حالا همین انتخاب من که بنسینو و اولترامارینه، یه مقداری ممکنه سردرگمتون کنه، چون خود همون تم قهوه‌ای یا آبی که به کار میده، اگر که نتونید کنترلش کنین، باعث میشه که پیوستگی رنگاتون از بین بره و ممکن که هندل کردن قضیه براتون یه مقداری سخت‌تر باشه. ولی وقتی که شما فقط با سفید و مشکی مواجه هستین، این چالش رو ندارین و برای تمرینای اولیه گزینه خیلی بهتریه. یکی دیگه از نکات مهمی که توی این تمرین وجود داره اینه که خاکستری هاتون رو سعی کنید که ساده ببینید و ساده هم اجرا کنید، چون که ما بی نهایت خاکستری در طبیعت داریم و اجرای مو به موی همه اونا، اینکه جزء به جزء چیزی که دارین میبینین رو توی کارتون اعمال کنین، باعث میشه که هم کار پیچیده بشه براتون و هم اون قدرت تاثیرگذاریش کم بشه، چون هر چقدر که ساده تر اجرا بشه، قدرت اثرگذاریش هم خیلی بیشتر میشه. و البته که این خیلی سخت‌تر از اینه که شما بخواین مو به مو اجرا کنید. برای همچین هدفی هم بهتر موقعی که دارین رنگ میسازید، تعداد خاکستری هایی که میسازین محدود باشن، یعنی مثلا بین 4 تا 6 تا خاکستری باشه، چون این شکلی ذهن شما ناخودآگاه مجبور میشه که فقط روی قسمت های بزرگ تمرکز کنه، یعنی خاکستری هایی که نقش های اصلی تر و اساسی تری دارن فقط اونا رو ببینه و رو اونا تمرکز کنه و اون خورده خاکستری هایی که نقش کمتری دارن اونا رو حذف کنه. امیدوارم این ویدیو براتون الهام بخش باشه و شاید شما رو هم ترغیب کنه که بعضی وقتا به جای تنوع رنگ به سادگی پناه ببرین، چون خیلی وقتا توی سادگیه که چیزای مهمتری پیدا میشه. ممنونم از این که همراه من بودین.